Rahim Production. چند کردی اما یا من ببرم من ببرم ساعته من ببرم ساعته ایش مرا گجا بیو لما با اومدی شما شو جانا کدا تو ایله هزمو را بگید تو انا یاشا بکش جبه ما مادر کن تست کن ما میگیرم ورا بداو تست کن بداو برو تش برو حالم با عقل نشیدم حالم با عقل نشیدم چی میگی هیچ هات گوشم تست بیو بداو جبیو حالم یو کلون نشیدم اوچام ازوی سیتمی زیاد میتن خیر اینه یک بالا کردیم اینا دو سه سالده هزم با این اویله مایده یا اوچام سر دودار خواری خوخ مای زیادتر میرسه برام خطی اوچام یا مسئولیت کنم اوچا؟ اوچا جون بچه‌م بیا در اوچا برم چوکت دستی اوچا او باید چو جان کاره ها که گودک یارم یاد هزم شما گفتم همه میگن گودک کار فرموندی ادمش میدوی نه کار شما نیداره نه چیزی غلطی بشی اوچا جان اینجا دا بشی پیش میدم بشی این دستنده سوزن گفتم نمیلاوه که کپاچه داری دای بدوزم شه خیلی اوچا بیکار نمیگردی خودت رزق برکت کار دیگه اوچا جان چه کاری بچه‌م هیچی اوچا میدونی چی انا همه هزم برای زمستون این سال خنک میاد یک سه سال کمجده میرسه برای کی نمیگه اوچای از سر قاقی خودت انا خواهره که دو درگ مای دیگه هیچ که نیست انا به حضور میرسه با میدی او خواهر تو دادر دومانم کو داو سهرا میبرن نه پرتاین من هیچ کنیم اوچا خیلی هزماتا کردیم همه کوره دیگه تمام کنیم یا اون کمبودی خونه دا نمون برای زمستون گذارنی همه جا با جای راستی اوچا مکتوب اومده دو دارو خواهر ما خیلی کم ترم باشه کلون شیدن در برتن دلم پر شدگه مکتوبی چی بچه؟ آخی پویسکا اومده چی رفتن در کره خدمت رفتن وای بچم تو خدمت برم گفتستی هیچ خیلی اوچا چوابی مرا دایی خواهر دادرت نمون بچه جان نه که اوچا شما آدم با عقل خیلی که گودکی گودکی هم نیست این روز پگه با عقل میشه خدمت مادر وطن قرض رفتن در کره این روز من نرم وای نروا یک از دیگه نروا این جورم وای جورم نروا کی میروا با خدمت کی نگاه میکنه دولت و ملت شمایی که آروم نخواین کی نگاه میکنه قرض رفتن در کوچا جان من میگم برام انا کمبودی تمام شده برام با این کمد یک خط کنم خدمت که خدمتی وطن کن فهمیدی پگه با آبرو که آمدی انشالله نصیب باشه با خیلی با سری بالان بیام اوچا زن میگیرم یا زنت به تیماخی هازی دخترو با مود داشته خانشون زنه تا بچه خواندگی خدمت یا خدمت کردگی نباشه نمیگرفتیم نقص انا خیلی اکه ما بچه هستم اوچام خیلی در اوچام برو اوچام خیلی این خیلی اوچای زیبا دارم بچه‌ام رنگ همه میگیره یه با هر خدمت کرده با چه خیلی ما برام اوچا جون و این کمد ای دکتر بگذارم مالی اوچا جون مالی با شما نیش میرم مال کارا تا بود که بیام همینجا میشینم اوچا جون بچه‌م ما تمام تیار شدم زنگ زدم میگن الکی ای دکتر گذاشته سر تاز زاتروجدا روی کدیستان یا دوب تو اوچا من میرم خیلی بچه‌م خیلی بریم خدمت چی میکنی دیگه اوچا ساخ سلامت برای بیای بچه جان خدا چشم دشمن تا کور کنه بچه جان با آبرو برای با آبرو بیای آمین بچه‌م انشالله اوچا با سعی بالا میبیم اوچا جان بعد گوش کن مرا بچه جان خیلی میگن خیلی همسایه ها گفتم بیره نبرم بفهمم خیلی میگن که وضعیتو بیزی بایو چی؟ مقصد خدمت یعنی که در خدمت برای غم میکنه امورا نظر نه اوچا انشالله که خوبه شاد شرایط خوبه خوبی میدونم خیلی با هر حال اگر که دیدی که شرط شرایط سوزه همه تنجای باروچکی کبوت تکای کو هم خالی بنویس مکتوب ده مکتوب ده باروچکی کبوت بنویس ما
اگر که اونو دیمبل میگن دیمبلو میگن چی میگن اگر ویا غمت بتن شرایط نقض نیسته باروچکی سرخط بنویسم سرخط چوا که؟ بعد من میفهمم خیلی باش اما مکتوبه همو کی آمد با ما یه چورش میبینم مخی یکم جای نقصرک میبرم اوچا جان یعنی شما گفتنیه که شرایط نقض باشه من باروچکی کبول بنویسم تعریف کنم شما خودتون میفهمه خوبه اگر شرایط بد باشه هم خیلی تعریف کنم شتا بی ویا دما گنده نشوم باروچکی سرخ بنویسم شما علاقه میفهمه که شرایط خوب نیست من دا یردم میکنی یکم جان بره ای اوچا ان شاء الله که میرم باروچکی کبود بنویسم یکم کمبودی نمیشه مالی اوچا جان خدا نگهبان مالی مالی اوچا جان من رفتم مالی بچه‌ام صبح برای سلامت بیای بچه‌ام هو همه آرامی ایاز یا او مخرم ابرو اوچا جانم در یا مکتوب کنم ماما جان چه خیلی شما؟ نه ازی بچم شناختین مرا؟ نه نشناختم بچم من راست دیگه ای پسرتون مکتوب آوردگی های در بچم جانمه هازی بچه جان هازی نه یک دقیقه بچم هازی های در بچم مرمه سازه بچم دیدی؟ سازه دیدی آخی سازه؟ ای مکتوب ده همش نویسندگی ای ممیزره های در بچم جانمه چی نویسته؟ اولا کش ساز باشه خیلی اکوز شختون خیلی خونین مال اگنه پناه خدا رحمت کلام بچه جان نمیشینی یا پیالا چای کنم تا بچه رحمت او بچه تو هم کرسی ما بود خطی ما کار کدگی بود ای بچم کیم بچه بیا بودم بیا چای کنم بخریم با بیره نقطه مال رحمت کلام بچم ای در بچم جانمه چی نیسته کوچیک نیسته باشه بچه که ما چی حال داشته باشه ای وای ای پدر در رحمت بچم ای بچم خبر آورده سلام اوچا جان سلام بچه جانم سلام من شما رو خیلی پزمان شدم وای منم پزمان شدم چیکار کنم خاطر نشوید اوچا جان در خدمت شرایط نقض هیچ کس غم نمیدهد خورد و خوراک من جای خواب و گرمه من هم صحت و سلامتم سربلندانه اینجا آمده خدمت کرده استیم اوچا میدونی چی اوچا جان همه نقضو فقط روچکه سرخ نیافته دیگه ساز کوچکر جان مشا خوننگی ها همه نقص بودن رحمت اوچام چه خبر؟ سلام یندمشون چی؟ همه سلام بود میگم دیر خبر میگیری؟ خیلی کار واری خونت میدونی که کار بسیار کشیدک بعد دیر خبر میگیری خشم بدی خیلی کوچکر جان یه بار دیگه تقیقی از نه گب کردن گیر ما خواستی برم یه اوقات بگیرم بیا مایل هموه اوقات میگم که در صدا شوشه ها؟ خب یازنا هوا چه بگه برام بشوخی مالی یه بیش میگه چه یازنا شدیده دیگه ساز کوچکر جان میشه راما سما تو خوبه راما یازنا لما هم گوش دا پشتون منوخی خوش اومدی همه خمش دایکو دیگه همه تیش یازنا سما خوبه آفرین توی تونها یک سالو چند خشی؟ دمو یک سالو دمو یازنا اوخای یک جیانای
او یک فرزند نمیش باشم شما چیکار کردین؟ نه شما چیکار کردین؟ او یه همغلای خود دینا همغلای خود او یه دگودکی دارم. نه تو چیکار کردی از نه؟ ای مثلا منم آرزو دارم یک بچهای شما را بگیرم در بیرون بگردونم. این چی گپ خودش؟ چی گپ هستن؟ چی گپ شده؟ توی مرا یک سال دمو شد. ها میدونم دمو. یک سال دمو. یک سال دمو. من زیمه پایترا گرفتم 3 روز ما دام خونه خطیامو بودم. دیگه من داو خونه خوام. او چی با آخی؟ یو اپا خواهم بتا. ای. دیدی اپا چه خوردیست؟ کاک شپشی اپا خوردای ما.